سلام علیکم دوستان عزیز. دوام قصه تلخی من رو گوش کنید. خب شب 17 ینوار وقتی که واقع شد من در شوک غلطیدم. آنها آدم به خاطر رسوندگی بر اومده رفتن و خواهرم که به هوش که بود درها رفته از خلادیلنیک چیز گرفت، اپتیچکه گرفته آورد و همون برادری که گوشش بریده بستین عینک نمایش دیست گوشش بریده رو در سپیرت رو وای کرده، گیرد سرش رو با بینت وای کردن، بستن پخته مونده. 17 ینور زمستان، سخت زمستانی خنک. درو ایو محکم کرده رفتن، دروی ما محکم کرده رفتن. آدم تجاوزکار، آدم کشو گوش برو. بعد از تریزه ما یکتا بر اومدیم، از تریزه فر اومدیم، یکم آشونکی بود. فر اومدیم اون اکادر نمیدونم کجا رفتن و یا همین قدر دیاد میاد هست که و یا بر اومدن و یا رفتن کجا نگی با همراهی ما نبودن. انا این مهمانی سمرقندی با همراهی ما ایستادم و من خواهرم مهمانی سمرقندی از در اومده دستیم آشونه شب رو روز کرده. من شب خواب نکردم تا سحر، خواهرم قدیم خواب نکردیم سحر. برادرم در درون خانه بعد وای ایستاده است. چی میگن وایش اون جسدش در درون خانه ایستاده است. برادرم در جسدش در درون خانه ایستاده است. بعد وای چی کردیم؟ شب در اونجا روز کردیم. سگ اومد به نزدیک من، گفتم سگ اومد چی نکنه، صاحب شما سگ رو گرفتیم، سگ اوقات میبرن. بعد ما شب روز شد و سحری پر اومدیم در چی میگن از تریزه در اومدیم وای کردیم، پوشیدیم لباسهایمون رو، لباسهای چی میگن کوچگی رو پوشیدیم زمستانه. بر اومدیم وای کردیم. برادرم در درون خانه ایستاده است جسدش. در اومدیم، من شوک دقل دیگم، گپ زنه نمیتونم. لباسیم رو پوشیده از تریزه بر اومده. بعد طرف وحدت اومدیم. من که اینجا ما بهشون میگم که از تقدیر راه گریز نیست. ما رو گفتن که از وحدت گفته برای اینهای برگم واقع نشد، لیکن واقع شد که در نصیب ما بود است همین که برادری من رو میساد فقط میرسوندن تقدیرش بود. ما رو تجاوز میکردن، پسرک رو گوشش رو میبریدن. خب انا کن او پسرک رو برای چی گوشش رو بریدن؟ که برای اینکه تو از قرآن تپه گفته گوشش رو بریدن. برادری من رو برایش به خاطر رسوندن که تو از وحدتی گفته. از سمرقندی رو زدن لات کردن که یگان اوزار برایش نرسانیدن به سمرقندی پسرک. بعد میگونه ما وای کردیم، بر اومدیم به طرف وحدت اومدیم. ما وقتی که به وحدت اومدیم مادرم به طرف دوشنبه روانه شدن. بله مادرم به طرف دوشنبه روانه شدن. وقتی که به دوشنبه میبینم مادرم در یمو خانه که اون قشدگی رو تق تق زنگ میزنه که از جواب نمیده. بعد به چورم اوشونه میبراید، در چورم اوشونه تا جوکز نمیکنم. اونجا شب میستد. مادرم اما شبی که برادری مرا به قتل میرسونن در چشم مادرم مینماید که برادرم ایستاده است، در پشت برادرم یک تا سلاح به دست ایستاده است. مادرم حس میکنه که پسرش رو چیکار کردن. بله مادرم که 5 فرزندش رو از دست دادگی که بود، 5 فرزند، یکم سال 2 سالش رو حالاکه میدانست که فرزند از دست دادن چی است. میاد و دوشنبه وقتی که در هیچ کس که زنگ رو جواب نمیداد، فکر میکنه خیلی اومدن سیلادارو اینها رو از در بیرون کردن، رفتن که جایی که نیستن. بعد هم شب رو در اونجا روز میکنه در خانه همسایه چهارم آشنه. بعد میفراید و بعد میآید به وحدت. یا دوشنبه او خانه کسی میره چیکار میکنه، بازار چیکار اینا که خرید چیزی میش رو. بعد به وحدت میآید. تو به وحدت میآید. این شبی که نمیبخش، شبی که این واقعه شد مادرم در وحدت بود. وقتی که برادرم من بخواست نه، شبی که مو برادرم رو بردیم به وحدت، مادرم شب رو در چی دوشنبه ایستادن. ما با همراه پدرم اومدیم با چی میگن سکاری پاموشکتی یاری تعجیلی برادرم رو از قصه میکنم که چی کنیم. وقتی که ما اومدیم باز مینو زیاد شد، میبخشیم. خب دوام میدیم.